سلام و وقت بخیر. هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان باز به قطر رفت. حکومت میگوید این هیئت گفتگو را با طالبان ادامه خواهند داد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی میگوید طالبان پلان دارند تا با قتل عام افغانها بادارهایشان را خرسند بسازند و افزوده است اخطار عملیات بهاری طالبان بیجا است، زیرا این گروه هیچگاهی از کشتار دست نکشیدند. اداره استخبارات آمریکا میگوید اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند وضعیت وخیم خواهد شد. این نهاد به اداره جو بایدن هشدار داده که خروج قبل از یک حکومت همشمول اثرات منفی خواهد گذاشت. کار لات دوم بند کجکی هلمند به سرعت جریان دارد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید به زودی کار لات دوم تکمیل خواهد شد. و تظاهرات مردم خیبر پختونخوا علیه نیروهای پاکستانی به خاطر قتل 4 جوان پشتون ادامه دارد و فردا دامن این تظاهرات به اسلام آباد میرسد.